خود نشنال پارک به خاطر برفباری بند شده نیست نه. اینی هم ها یخ میگم کاسه استالفی وار نیست. این چیز هست؟ این استالف امریکاست. دوستای قطعخیز دیگه، دوستایی که میفهمن میفهمن نه، کسایی که نمیفهمن در جای خرساستیم. خب بیار کانتی دیگه تا آخری درجه که مثلا دیگه باز دیدی که سرت حمله کرد باز از استفاده کنی. سلام دوستای عزیز، صبح بخیر. خیستیم با برف. شو نمیفهم هم باران بود هم برف و بسیار زیاد شمالک بود. حالا من تا یک ساعت در خیمه بودم نفهمیدم که برف باریده. چی رقم خانکه است. کلرادو در غرب ایالات متحده موقعیت دارد و یکی از مرتفع‌ترین ایالت‌های آمریکاست. پایتخت آن شهر دنور است، شهری که به آن شهر 1 مایل ارتفاع می‌گویند. اینجا خانه کوههای باشکوه راکی است. بیش از 50 قلعه در این ایالت ارتفاع بالاتر از 14,000 فوت دارند که به آنها فورتین ارز می‌گویند. برای کوهنوردان فتح این قلعه‌ها یک افتخار بزرگ است.
در شمال ایالت پارک ملی راکی ماونتن قرار دارد. جایی که جهیل‌های زلال، جنگل‌های کاج و حیوانات وحشی مانند گوزن و بز کوهی آزادانه زندگی می‌کنند. در زمستان شهرهای مثل اسپن و ویل به یکی از مشهورترین مراکز اسکی در جهان تبدیل می‌شوند. دریای بزرگ کلرادو نیز از زمین ایالت سرچشمه می‌گیرد. دریایی که هزاران کیلومتر جریان دارد و حتی گرند کنیان را شکل داده است. کلرادو سالانه بیشتر از 300 روز آفتابی دارد، اما در کوهستان هوا میتواند در چند دقیقه از آفتاب به برف تغییر کند. این ایالت ترکیبی است از ماجراجویی، طبیعت بکر و آرامشی که فقط در دل کوه‌ها پیدا می شود. آمدیم به طرف راکی ماونتن نشنال پارک. خود نشنال پارک به خاطر برفباری بند شده. باز تا یک قسمت آمدیم، یک تریلش هست که میریم یک قدم میزنیم. همراه ما امین جان آمسته. خوش آمدی. سلام برسه، بخیر باشید. علیکم سلام. برکتت آمدیم اینجا را سعی کردیم حالا. امین جان در کلرادو زندگی میکنه، بسیار از دوستای سابقم از دیگه. خیلی وقت شده که میشناسیم و خبر شد که آمدیم، خدا رساند. ما منتظرش بودم، باز همت آمدیم نشنال پارک. اینی بغل ما جایی است که دریای کلرادو از نمیده دیگه سرچشمه میگیره اساسا. کلان شده میره. اینجا این راه میجام راه بند است والا. انت خیدار میخوام مو طرفش میریم، صحیح؟ دیگر راهش هم بند است. ما میخواستیم استیت پارک بریم، او قسمت بند است، او را باید ما پس دنور بریم. باز از دنور 4 ساعت پس از راهش دور است. اصل خود پارک ملی هم همه جای مقبولش او طرف است که متاسفانه اوجا یک کوتل بلند است که اوجا برف زده، باز راه را بند میکنن دیگه تا که را پاک کنن. به خاطر که قدر رفت آمد نیست، کسی قدر زمستان چکر نمیه، باز بعض وقتا می رقم میمانه شه تا وقتی که خودش حل شود. در کلرادو هم افغانا نام خدا زیاد هست. به نظرم بعد از همین کالیفرنیا و ویرجینیا واشنگتن استیت، باز بعد از او همین کلرادو است. افغانستان وارسته. خودت چطور همین احساسش میکنی یا نه؟ 100% همین یک پرسان میکنن که بعض خارجی ها باز میگن که هوا چطور است افغانستان وارد؟ فکر می رقم ما سردی را خوش دارم نه؟ ما همینم، ما خاصیت همون رقم داریم. مثلا همین کابل، کسایی در کابل کلان شده باشه یا همین مرکز جایی نمی کو خشک خوش داریم. حالا ما در ویرجینیا که زندگی میکنیم اونجا چیز هستن، سرسبزی زیاد از بیخی دل آدم میگیره. ما که اینجا آمدم تا خشک بود و کو یا بود، باز به ما بسیار خوشایند بود. حالا زمینجا 2.5 ساعت پیش رسیدم، در راه آمدم فکس سالنگ واره خود برف می آمد، موتور سرعت موتور بسیار در 20 آمدیم. کسی طرف که تا شدیم هفته بود. پس جمپر کشیدم، این حالا پس جمپر کشیدم. والا جای بسیار مقبول است. این سایه حفاظت شده است. راکی ماونتن هم که است، یکی از سرچشمه های دریای کلرادو است. اینمی او که اینجا میبینید عین میرسه تا به کالیفرنیا را. همون دشتای خشک کالیفرنیا را اینمی قسمت ها آبیاری میکنه و او هم سرچشمه از اینمی کوههای راکی میگیره. حالا چون زمستان است هواش بسیار کم است. در یوتا دریاش بسیار کلان بود، هواش زیاد بود. همین رقم گرند کنین اینمی او ساخته. همون مقبولی گرند کنین که است اینمی او که اوجا رفته اوجا باعث شده که همون رقم یک شکل بگیره.
دوستا بسیار زیاد هوا سرد شد و شمال هم بود. کباب پخته کردیم مقدر زیاد نشد دیگه. خوب است چون نه وقته کردیم میشه، اما خوب است یک چیز آمد دیگه. بخیر نان خورده باز امروز میریم بخیر به طرف ویل دیگه. باز دیگه دوستای ما صبا بخیر میای امرای ما دیگه. حالا غذا را خورده بخیر حرکت میکنیم میریم در طرف ویل. تایت یکی برابر. دوستا صبح خسته بودیم کل چیز یخ زده بود، بوتلا یاره باز یکم چیزا را انت یخ نزده. بازی را خواستیم که برتان یک رقم تکنیک بزنیم که ایرام یخ بزنه. سعی کنین این خوب میبینین یخ نیست نه. این هم یخ تقدیم به کسایی که در جای گرمی است یا یخ بخورن که گرمیشان از بین بره. خدا آمدیم در ویل. این جایی است که همینجا اسکی ریزورت هاست. در زمستان مردم از اروپا و از دیگه کشورها به اسکی به چکر میه. حالم دیگه خوب است. یا گرمی آدم اینجا باید به یا سردی دیگه. میلاد جان هم همراه ما یک جای شد. سلام علیک. چه حال داری؟ خوب هستی؟ بخیر جان جور. کامرا در خدمت است. سلام علیکم دوستا، خوب هستین؟ بخیر. عمران جان دیگه خاص 5 سال پیش تقریبا کیل ویل را گیرم آمدی. ولی هم در کلرادو در این فصل برف نگفتی نه زمستان سعی نه گرمی سعی. تابستان سعی اومدی نه زمستان سعی. والا زمستانش خب برف است، تابستانش هم دیگه خب هوای نرمال داره. میخوای یک ذره معلومات درباره از این ویل بدی؟ ویل دیگه شهر بسیار خورده توریستی است که تمام دی هتل‌هاست. با دور و بر از این خانه‌های بسیار پیسه‌دار هستن. حتی با قیمت‌های 70 میلیون 100 میلیون دلار خانه هستن. دیگه رستوران هاست. فکر کنید اینجا همه چیز سه بهش قیمت است. خب قیمت است. رستوران بچه دیگه این قسمت ها باز خانه شخصی ها شروع میشه. خب بعد از این داخل که بریم حال دیگه اسکی نیست دیگه. اسکی نو ماشینایی که برف مصنوعی پاک میکنن اونا روشن شده بود. خب بخاطر ما نو کامل در یک چند جای دیدم که یک کمک راه را جور کرده بودن دیگه. نه شروع نشده دیگه. شروع نشدن پاک میکنن دیگه. همون برف مصنوعی را شب زیاد سرد میشه. دیشب ما قدر سرد بود قدر یک سنه خوب من بینیم بیرون میمونم نفس میکشیدم بینیم دست میکردم یک رقم یخ میبود. بینی آدم یخ میزد دیگه. پنجم کمی بیرون ما خیلی یخ شد. بیرون که دست میزدی تو یک رقم دستت میسوخت از سردی زیاد. باز یک بخاری یخ خواستیم باش که تا 23 اکتبر. خب من از زمستان سرپرایز کرد. اینقدر زود نمیفهمم که زمستان میشه. بازی جایی که باز ما هم رفتیم بیخی. تنها شهر دنور 1 مایل است بر بلند است. تو به طرف کوه می بلند شدم 2 مایل هم میشه.
خود چی دارد؟ آسپرین هست باز بکنم جایی ده نه من میگم خیلی یکی بینا کنیم یه گرم است گرم؟ چشمای آب گرم از این طرف آمده این چه هستی رو بزنم بویش نمیدونی؟ این بویش نمیدونی؟ این بوی هست این رنگکش هم سلفر داره دوستای عزیز آمدیم در چشمای آب گرم که همیشه حمام کنیم تازه کنیم دیگه مای فشال گرمی شده آقا یک ذره دیگه هم که یخ نبود امروز خانه که صبحکی میبود یا شامکی دیگه روزگاه بود میریم دیگه ببینیم که چی رقم جای هست شام چه بسد میشه برو داخل شو منفی 20 درجه است بر آمدیم از هاوس بسیار یک تجربه خوب بود چطور بود همین جان؟ تجربه چطور بود هست؟ والا بسیار تایید بود بسیار یک بهترین نوز بود دیگه جایی بود دیگه که در سویه و ممران بود هاوس همین یخ چیزای چطور بود؟ یخ گرمیش خیلی بالا بود خیلی یخ بود دیگه که انداختی خود پس باید داره 11 درجه بود دیگه من مکمل یک 5 دقیقه رفتم بودم داشتم از ما که یخی بود برفش آمدیم برف یخ برف چیزی که برف باشه من دعا داشتم که برف شود ولی یک قطخی هم داره نه والا تا بال من جانم یخ است مل خنک خوردم میرم دیگه میلا جان که خود قطخی آورده از دنور که میرم بعد از همین هاوس بخوریم هاوس که بود همون یخش 11 درجه بود دیگه سربونیش آه. بود خیلی زهیر است خوش بلند است زیرش مار بکشم قطخی را بکنیم دانم هم یالا تاو زد والا ما قطخی را بکنیم دوستای قطخیز دیگه دوستایی که میفهمن میفهمن دیگه کسایی که نمیفهمن سرچ کنن آفرین بارش یک معلومات بده خیلی چی رقم است؟ قطخ دیگه است قطخ جور نه خودش چیز هست قطخ خالیست خب بگویم خود قطخ چی رقم است؟ قطخ هست بخیر از ماست جور میشه الماس مسکو ولی اون تکسی جور میشه اینه که باز خشکش میکنی قروت میشه این بسیار یک هتل کلان است دیگه مردم زیاد بیروبار هم دارن به همین خاطر مردم میان یعنی یک وطندار دیگه من برابر شده والا آهنگش خب بفتون هست Are you Afghan? Hola Spanish پختونیه زه پختونیا آها کم افغان چهال داری خوب است نه؟ جوره خیر جوره بخیر باز چی میکنی جا؟ مای خانه ماست خانه نمیتی؟ خانه ماست دو بالا خیلی نه بچه ایسته که رده باریلا باور اینمی ده بام بس شد زیاد خبابات نه میبینی که چوب چکن نیست این آتش میته تبر برو دازی خب
نه به خاطر من گفتم باش کی هم میشه کدام تجربه ای چیزا دیدم کیام والا کیام 3 ماه شد سفر تو سیمران جان ما چی بفهمیم 2 تا پیاز 1 تا پیاز من 1 تا پیاز دادم به خاطر با چی من نه 1 تا کردم تو خیلی دیدن دید کاری را کی تو تا میکنه هم 1 تا سیز یا در کشتی واسطه والا اگر کام هر چی میفهمم سعی خوی بیار اسپریس حال ما شما در جای خرسا هستیم خب بیار کانتری یا کشور خرسای اجاره میگیم پیشم این دیگه تا آخری درجه که مثلا دیگه باز دیدی که سرت حمله کرد باز از استفاده کنی تو نیست که آمد بگی تیت میده استفاده کنی تا آخری که بیخی دیدی که سرت حمله کرد مثلا پیشش استاد میباشی استفاده میشه باش می خبر چیشه باش تو سر خود میکنی خب باز بگیم بازی را مثلا دیدی که خوب که سرت حمله کرد باز اگر نزدیک شد فهمیدی پیش از او این را انتواز میکنه خب این شواز که وقت خرسه که دیدی این دست این رقم میباشه باز این را پچک کن این تا تقریبا تا 7 متر میره یعنی از 7 متر دور که بزنی او میره دیگه می یک فس مثلا 3 ثانیه رو بگیری بس شست تا 7 ثانیه بگیری مکمل کل از خلاص میشه 3 ثانیه رو بگیری هم یک فس کردی دورم که بود دیگه 2 پای دوانه خرس یا 4 پای 4 پای قرض میکنه سر میکشه اینا خوبی از همراه تفنگچه ای است که تفنگچه اگر رنگ مرمی بزنی یا تو مرمی اسنایپر رو میخوره او رو دو چند خطرناک میشه دو چند سرت حمله ور میشه وحشی میشه او تا 7 سال 8 سال اگر مرمی اسنایپر کلان او رو میکشه چیز تا 7 سال با تو رو میکشه این مرمی خورد بریتا و یا خود 5 6 تایش هم مولا داره تا 10 تا زخمی میشه دیگه هم خطرناک میشه او وقت ما ولگ بانو میتن این خوبیش چیز که اسپری مینه تندش میکنه میگریزه چشماش تند میکنه پیپر هم نیست یک چیز دیگه از بخی برش من نقصان دیگه از مرمی یا کرده با اینجا باز یک گپ دیگه است که بلک بیار است یا خرس سیاه او که انسان ها کار نداره و او جایی که ما اینجا باشیم اگر در بیداری ما خیلی نمیاد گپ که میزنیم یا آتش کست او باز از خو کنیم بخاطر نان به او ما باکس داریم باز که بیا اگر ما رو ببینه شور خودیم او وقت یک کار میکنه او بخاطر دفاع خود دیگه که ما شما هیچ کار نداره انسان سر کلش زور است خیال دیگه اون چیز ما اومده کیست کوکه او چیز است موش اسلام دیگه و دیگه هر کس ما رو میترسانه پیاز و بانجان کچالو به قدر ضرورت نه همینجا به چی میکنی دیگه بوده اینجا میشویم کچالو را دیگه دست شیر جنگل کشیشته باهم تو بده چی میکنی مزه دمو ناششتگیز نکن نه اکرام گرم غرض نگی مزه از اون بس از یا نه چای باز بعد از نان دست شیر در جنگل نه این که به نظر دیگه با سرچپه من بچسبونش زمین از این بغل پایینش بگی سیکی خب هر گام نمیده کن که تنه اینو رو از زمین دبل است دبل میده کرده زمین تفاش است نه نه جایم نه جایی باشم میشه جایی که بیا الان گوشتو به زیاد کل از این میخوریم میره کلشو نفرتیم ارتش شده زبانش کنم که خیلی جای میشه جای نه جایم نه نه باشم میشه خدا گوشتی بساز یک 2 مزدار میته
نان به شوربا تر دارم میده میکنم مگه اینی کاسه استالفی وار نیست آی چیز هست یه استالف امریکاست از استالف امریکایی را گرفته آشپز امران نه همین جان هستن امین است همین جان جور کرده خیر ببینم از همو شوربای استالف جور کرده به خود اصلا ما در مستالف امریکاستیم خالی که امروی سرش دیگه چی باش کنی چیزکا شوار بکشم سیستازی جا خودت کردی سیر امروی پوست چند دختر بودی؟ من انداختی مکس خب سیرخ کرده پوست کرده در برنج نخوردی؟ در برنج خوردیم در شوربا نی در شوربا این حالو بخور اینو بسم الله دشمن شدیم وریده که دیدم بیکی همه تو چی خوب خوشبویی خالی شده که دیگه کلش خالی آه خالی شد میخورین چی کلش میکنی باش تو کار میمونی؟ بس سبا بانیم همه شوی خب باش که در گلوت خبره نه من میخوام ناخوره با میفهمی گفتم که من سیر انداختی انداخت مردم چه شکلی آجیره که در پوستش معلومه خورزوت انداخت زکی چرا اینجا چه قیاجل پوستش که والا واو میشد خوب اگه بهتر که ناله من که درست میفهمی 3-4 دفعه گفتم چیزی کارت نیست بچه خاطر یک کاسی سی میاردیم کلان مورد خود میفهمی من چی میفهم؟ مزه نمیتوازم تنبیل نیست باز حالا این کاسی رو چی کرده بود؟ آفرین نمی هستم لوش رسی؟ عرب است کیست؟ نیچه لبنان لبنانی است؟ لوش رسی؟ لبنان؟ باز یک شب بسیار سرده پشت سر گذاشتیم اما پری شو از این کده بسیار سرد بود او یخ زده بود بوتلا را یخ زده بود اما امروز دیگه من بوتلا را چک کردم یخ نزد با این مانه قدر سی آماده کننه ده او قطق هم هستنه والا چیز همین جان هم زیاد زامت کشیده چای دم کرد دار است که بخی همه تو امو چیز مو چای نکردم آخر سیاه کردی سوختان سفرها همه تو بشه دیگه خب بشینیم بخیر بخوریم شاو چطور بود دوست راستی و میره باش پرسان کنم بده برای من مثل خانه واره بود خودت خب موتر چالان کرده دیگه تو چیز کردی بینی ما یخ میکرد فهمیدی بس را کرد همین دست میکردم به قرآن میفتی خیلی کدام کلوله یخ نفسم تا قید میشد با من عادت دارم هر چی کلیم زیر نه یک وقت خوب بود حالا مچم چی کرد یا نمیفهم بگید سریال اسمان نورم نان سر سخان تازه میکنم نه میگه تاثیر چی بوده باشه این صوبکی هم از همون خود خیستم دیگه نمیشد بینی ما یخ میکرد سرکم زیر لیاف میبردم اینم یک ثانیه نفس کشیده نمیتونستم دوستان ما را خود زمستان سرپرایز کرده بود باز این تک تکنیک میزدیم این یک گلم است ایره پایین ماندیم اینی هم پست روباس ایره سر ما میگرفتیم و یک کمپل دیگه هم بود و یکی هم این سلیپینگ بگ است و این شب هم وقتی که خانه بود یک دانه از میلاد هم گرفته بودیم دیگه اینی پایین هم گرم میشد بالا می گرم میشد دیگه امروز بخیر بخاری ما میرسه
دیگه باز بخیر ده بعد از او استفاده میکنم. خدا کنه خفه نده باشی یخ باشه حالت تایت گرمی خدا جان ما تو که میمیریم دیگه والا دیگه شما رو برای سرگردانی دیگه نمیخوام تو زمستان. از کم که برآمدیم در ما یک منطقه آمد به نام گوست تاون، اصلا به نام چیپیت یا سیتی یا شهر چیپیتیا بوده. در سالهای 1879 این قسمت ها معدن‌های طلا بوده، باز مردم اینجا زندگی میکردن. باز بعد از او که شهر اسپن که جور شده مردم اون طرف رفت و اینجا همین رقم مان دیگه کس استفاده نکرد و اینجا به نام گوست تاون شده. اینی جامعه عکسایش از هر جای دربارش گفته اینی معدن‌های طلا را از جا میکشته، طلاشویی میکنه از این هوا که تیر میشده. باز اون هر جای خانه بود از هر کس بود استفاده میکرده. اما حال به نام شهر اروا شده و این خاطر نه که اروا دایش از خیانه کسی زندگی نکرد باز اروا دیگه اینجا هر جای ببینن اما تو جایات به نام گوست تاون میگن و خاطر که جایی که انسان زندگی هم تو خانه ها سال اینجا یکم 5-6-10 خانه است هیچ کس زندگی نمیکنه، بس به شهر اروا تبدیل میشه. بیا کیشه ببینیم چیه. خب این بزنس بود، این چی بود؟ take a look around down. خب این قلف از دیگه این دیگه تقریبا 1.5 سال پیش جور شده. کلام گرفته بند کرده. از یاد امیرستان هم مالو جونه و زبین از او سمت میزنن، یک لازی چوب میمونه باز یک لو سمت. همین یک درزای سمت داره. این خیالات بود از این دیگه که باز شپه نشه آفرین خراب نشه. معدن‌های طلا دیگه اون قسمت‌های بالا بوده. خب نه از اونجا همی سمت چیزها را میکندن، سنگا و کورا باز دیگه و میآوردن طلاشویی میکنن. طلا خب اون رقم بد اسمه بریم اگه ببین اگه اون تا مانده باشه. نه از پیش از یه کارا چیزی میمونه.
آمدیم بخیر یک پس بگیریم بریم داخل سر پل. کجا آمدیم ران جان؟ این پل که هست ریال جورج بریج نام داره در کنین سیتی کلرادوس و معلق ترین پل دنیاست که بدون کدام پایه که در بینش باشه، یعنی سر کیبل استاده است، شور میخوره زیاد. سسپنشن از جمپین داره و شور میخوره. بله بله. خب سه یکی زپلاین داره، از این قسمت این مردم هستن که شوتش میکنه میره به اون طرف و دیگه شون دالی هسته که این طرف میبره به اون طرف به پای میایی. ایره چی کیبل کار میگیشه؟ این کیبل کار میگن. دالی نمیگن دالی؟ دالی هم میگه، ما در اونجا دیگه زیاد کیبل کار استفاده میکنیم دیگه. دالی باشه که معلومات بده بازی گرفته دیگه. بازی دیگه سال 1929 بلت جور شده. جور شده. او وقتا استفاده میشده به حساب رفت آمد، اما حالا جاذبه توریستی شده دیگه. حالا مردم هایش مثلا ادمیشنش چند است فی نفر است؟ $34 است. اگر زپلاین هم بگیری که کلش مکمل باز $82 میشه که از طرف بری همونجا پیاده بگردی هم در زپلاین بی. ما در شوقی زپلاینش نیستیم، یعنی خوب چیز است. خب همون دولیش صحیح است دمو بره. این آدم میره خب؟ نه این نفر است که میگیره واره از اون طرف میایه، از طرف در بس در کیبل کار میاد، از طرف باز میاره تا میگیرن. این محکمش میگیرن. چروس بلند است دیگه. باشه من خودش هم براتون نشان بدم. اینی هم است که یکی از جاهای مشهور کلرادو، هر کسی که در کلرادو چکر میه باز در این قسمت ها میای از جا دیدن میکنن. یک موضوع دیگر هم اضافه کنیم که قسمت زیرش باز یک تور ترین داره. او ترین هم از پلی مازم سرک تیر میشده نه؟ سرش کلان شیشه ای است. خب او تنها در زمستان است یا در تابستان؟ زمستان زیاد مصروف بیروبار میموشه که چرا برف میباشه. بازه بیخی مقبول میشه دیگه. قدر فرق نمیکنه. در زمستان اینجا سرکا هم بند میشنه، زیاد سرکا بند میشه، از اون خاطر دیگه معلوم میشه این از این قسمت اونجا ترین است دیگه. الان آمد ما میریم اون طرف. نه برو من کت هستم فهمیدی؟ یکی خطا بخواد چی میکنه؟ محکمت میگیرم. برو من محکمت میگیرم کفتی دی. گفتم تلفن تا بنداز پایین. دور بود. دوستا باز در اینجا نام هر استیت و بیرقش بود، خواهم مال بخاطر هالوین اینی را ماندن. این از ما این ویرجینیا بوده. دوستا اینی هم کیبلایش هسته، چه خزیات هسته که نمی تا مؤخر وصل هسته و از این قسمت پایین هم انت معلوم میشه.
بچه‌ها یک جای مقبول آمدیم از طرف پل. این طرف دنور میریم. باز اینجا یک قسمت از به نام اسکایلاین درایو میگه. از این بالای تپه یک سرک جور کن، یک طرف است، از طرف آمدیم پس در این قسمت پایین میشیم. بسیار یک جای جالب و مقبول بود و می خود شهر هم از اینجا معلوم میشه رنگ خزانی داره، چقدر مقبول، هم سبز است هم زرد. خود رسانیم در چلزینه. چی میگه چلزینه میگن اینجوره؟ 2700. بیاد یکم از این طرف نشان بتیم اگه یک ذره معلوم چلزینه شه. امریکا بله. چلزینه امریکاست دیگه. چقدر زینه بود؟ 2780 چند زینه است. دیگه حالا ما آمدیم یکم ناوقتی که رسیدیم، همین حالا 6 بجه است، تاریکی میشه. اگه ما اینجا بالا شیم حداقل 1-2 ساعت میگیره که بالا شه، 1 ساعت پس پایین شدنش است. 2768 زینه. 3.5 مایل است مکمل تا تالاق کومی. اونجا اگه ما بریم تاریکی میشه چی فایده؟ یک کمک ما هم زانو درد هستیم دیگه. دوستا اگه ویدیوهای سابقه یوتای ده بود اونجا کم پای ما اوگال شده دیگه. یا هم زینه است مکمل فشار میاد دیگه. از همین دور دیدیمش، یک سلام برش میتیم. نصیب فنگی قسمت که ما زورت کنم نکشید آه. از میدون یک ماچ کو. نه من میرفتم که از همین پای اوگاریم، اما دیگر هم از خود فایده اونجا که ما میرسید تاریکی خب بخاطر ویو بری که ویو رو ببینی یعنی دیگه باز غیر کدام سانستش میره. کافته و ببینی و دیگه اینم باز ما اگر یکم لایک کنین باز بگین که اگر باز دیگه دفعه بیاییم باز انشالله باز میایم دیگه. باید کلرادو رو در گرمی ها بیاییم دیگه. از اون خاطر حالا بخیر میریم طرف دنور دیگه، نمیریم دیگه در اینجا نماجه براتون نشان دادم دیگه. میریم بخیر به طرف دنور. راست بگی راست جای داری راست. اینا چپ بگی تایر پسر سر سنگ ده. یا کم احتیاط کرده بریم. خوب کم زود برو از زود خدا بکشیم که برف زیاد نشه. محمد بشنوی؟ نفهمیدم چی گفتی؟ گفتم کمک خدا زود تجربه بکشیم که برف زیاد نشه. صحیح صادر. فور ویل درایو بری، فور ویل ده گیر یک پرتی. میره میخواستم ما بر دوغی ما کنم بکنیم. آفرین برو بخیر. باش یک ذره منتظر می باشیم که خوب دو پایینی برسه. اگه بلخ شما تو برم.